چند بار شده یه تصمیمی بگیری بعدش با خودت فکر کنی که چرا این کارو کردم؟ مثلا شده که یه بار گشنته بری خرید و بعدش ببینی چند برابر چیزی که می‌خواستی و خرید کردی، یا خرید وسایل‌های مختلفی مثل کیف و کفش و لباس. و تو این مواقع احتمالاً فکر کردی که مشکل از توئه، ولی میخوام بهت بگم تو زمانی که داریم زندگی میکنیم، وقتی ذهنمون دائما پر از اطلاعات و حسای مختلف میشه، درست تصمیم گرفتن واقعا سخت میشه. چون تصمیمات ما در اصل نتیجه احساسات ما هستن. و یه فکتی هست که میگه آدم ها با دلشون تصمیم میگیرن، بعد با مغزشون توجیه میکنن. و میشه گفت اگه ما بلد نباشیم چطور احساساتمون رو کنترل کنیم، همیشه قربانیشون میشیم. و از اون مهمتر، اگه ما این کارو نکنیم، دیگران این کارو میکنن. در نتیجه ما فکر میکنیم تصمیماتی میگیریم که مال خودمونه، در صورتی که واقعا اینجوری نیست. و به خاطر اهمیت این موضوع، سازمان بهداشت جهانی یه مهارتی رو معرفی کرده به اسم مدیریت هیجان یا هوش هیجانی، و اون رو جزء 10 مهارت برتری که برای زندگی کردن تو این دور زمان لازمه گذاشته. حالا توی این ویدیو میخوام یکم بیشتر راجع به این مهارت بهت توضیح بدم تا مطمئن شی تصمیماتی که میگیری از سر جو نیست و واقعا مال خودته. اصل اول هوش هیجانی اینه: نیازهاتو به رسمیت بشناس. چون خیلی وقتا اگه به اونها اهمیت ندی، تبدیل به عقده میشن و تو موقعی حساس گند میزنن به زندگی. ولی نمیدونم چرا جامعه خیلی وقتا برعکس اینه. مثلا داشتن یه رابطه یکی از نیازهای مهمه که بعضی وقتا حتی از آب و غذا هم مهمتر میشه. و وقتی به خاطر شرایط به این نیاز جواب درست داده نشه، میتونه گند بزنه به زندگیت. مثلا همین که وارد رابطه‌های اشتباهی شی. یا اگه بخوام از داستان شخصیم بگم، من زمان کنکور همه اطرافیان و مشاورا اینجوری بودن که ببین این چند سالو به خودت سختی بده، از خواب و ورزش و تفریح و با رفقا گشتن همه چی بزن و فقط بشین درس بخون تا تهش موفق شی و یه عمر راحت باشی. و من وقتی این روش رو یه مدت امتحان کردم، از یه جایی به بعد دیگه واقعا نمیتونستم، خسته شده بودم. حس کسی رو داشتم که بهش گفتن ببین بیاین چند سال رو غذا نخور تا بعداً بتونی کلی غذا بخوری. و فکر کنم جفتمون قبول داریم که نیازهای مهم ما فقط آب و غذا که نیست. اینکه یه رابطه داشته باشی، با دوستات بگی، بخندی، بری تفریح، یا از همه مهمتر ورزش کنی و به اندازه بخوابی خیلی مهمه. در حدی که میشه گفت برای داشتن زندگی خوب به اندازه آب و غذا مهمه. خلاصه صحبتام تا اینجا این شد: ما باید نیازهامون رو به رسمیت بشناسیم. اما موضوع اینجاست، ما 2 دسته نیاز داریم: یکی نیازهای واقعی، یکی هم نیازهای فیک. نیازهای واقعی همونایی بود که الان گفتم، اینکه ورزش کنی، تفریح داشته باشی، یه رابطه داشته باشی، و از همه مهمتر یه هدفی داشته باشی که مال خودت باشه، نه صرفاً کپی از اهداف دیگران. تا وقتی بهش نزدیک میشی و بهش میرسی، از زندگیت لذت ببری. اما نیازهای فیک نیازهایی هستن که واقعا مال خودمون نیست و جامعه و رسانه بهمون القا کرده که ببین اگه اینجوری نباشی واقعا آدم مزخرفی هستی. و این کارو خیلی غیر مستقیم انجام میدن، چون اگه بیان بهت بگن که تو باید این کارو بکنی، اکثر مردم قبول نمیکنن و بجاش از اصل 95% استفاده میکنن که میگه ماها 95% تصمیماتمون با ناخودآگاه مغزمون گرفته میشه. پس به جای اینکه بیان مستقیم با خودآگاه مغزت حرف بزنن و بگن تو باید این کارو کنی، یه ایده رو تو ناخودآگاه مغزت میکارن و تو فکر میکنی که اون تصمیم مال خودته. دقیقا مثل فیلم اینسپشن. بذار یکم بیشتر توضیح بدم. چند وقت پیش یه تحقیقی خوندم که خلاصش اینجوری بود: دیدی بعضی وقتا یه فیلمی میبینی و اون کنج یه خوراکی، یه چیزی هست که خب اصلا حواست بهش نیست، چون سوژه اصلی کسی دیگه است که خب داره اون وسط صحبت میکنه. و این تحقیق ثابت کرده بود چون ما اون لحظه با اون بازیگر حال کرده بودیم، حالا به خاطر نقشش یا هر چیز دیگه ای، اون علاقه باعث میشه به اون کالایی که اون گوشه هست و ما اصلا بهش دقت نمی‌کنیم هم حس خوبی داشته باشیم. و سری بعد که رفتیم فروشگاه و حس می‌کنیم که داریم رندوم یه چیزی انتخاب می‌کنیم، مغزمون بهمون بگه که اونو بردار.
و این یکی از تحقیقاتی بود که ثابت میکنه چطور میتونن برای ما یه نیاز فیک بسازن. و خب ممکنه یه بار صرفا در حد همین خرید کالا و یکم ضرر اقتصادی باشه، اما خیلی وقتا بازی از اینه که هست خطرناکتر میشه و میرسه به لول سبک زندگی، اینکه از چه چیزی خوشت بیاد، با کی حال کنی، چه تیپی بزنی. حالا که اهمیت این موضوع دونستی، میخوام با تمریناتی که الان بهت میگم هوش هیجانی تو چند برابر کنی تا قبل از اینکه یه تصمیم بگیری مطمئن شی اون تصمیم واقعا مال خودته یا یه چیزی که از قبل تو ذهنت کاشتن. راهکار اول، مهمترین در این حال ساده ترین راهکاره و اون هم فیلتر احساسیه. چون ببین، فکر کنم هممون قبول داریم اینکه نذاری یه حسی درونت شکل بگیره خیلی راحت تر از اینه که بعدن بخوای باهاش بجنگی. اصلا به خاطر همینه که خیلی وقتا آرزو میکنیم مثلا ای کاش هیچ وقت فیلتر شکنم وصل نمیشد و با اون سایت آشنا نمیشدم، یا اینکه ای کاش هیچ وقت با اون آدم آشنا نمیشدم. پس اینکه یه فیلتر حسی برای خودت بذاری خیلی راحت تر از اینه که بعدن با عواقب تصمیماتت کنار بیای. یعنی بعد از این برای خودت یه فیلتری بذار که هر چیزی رو نبینی. مثلا میتونی الگوریتم اینستاگرامت رو جوری تربیت کنی که دیگه هر چیزی رو نشونت نده. راهکار دوم مکس 3 ثانیه‌ایه و خب خیلی وقتا تو زندگیمون مثل همین الان این 3 ثانیه اصلا حس نمیشه چون خیلی کمه، ولی نمیدونی با همین 3 ثانیه که به مغزت میدی چقدر تصمیماتت تغییر میکنه. چون با همین زمان مغزت وقت میکنه به جای اینکه بیاد طبق عادت با ناخودآگاه مغزت یه تصمیم بگیره که بعداً پشیمون بشه، یه لحظه اون تصمیم رو بیاره توی خودآگاه و تحلیلش کنه. مثلا قبل اینکه بخواد توی شرایطی طبق عادت و جو یه حرفی بزنه که بعداً پشیمون بشه، همون 3 ثانیه خیلی وقتا نجاتش میده. و راهکار سوم ژورنال نویسیه و خیلی راحته. اینجوریه که یه کاغذ برمیداری و مینویسی که امروز چی شد، چه حسی بهت دست داد، دلیلش چی بود، وقتی اون حس بهت دست داد چی کار کردی و اگه سری بعد تو همون شرایط قرار گرفتم باید چی کار کنم. و بهترین زمانی که میتونی این کارو کنی قبل خوابه. چون ببین چیزهایی که ما قبل از خواب بهشون فکر میکنیم مغزمون زمانی که خوابیم خیلی بهشون توجه داره و چی از این بهتر که زمانی که خوابیم مغزمون به رشدمون فکر کنه. خلاصه همه حرفام اینه، با این کار تو هم خودت و هم آدما و محیط دور و برت رو بهتر میشناسی. و یادت باشه زندگی پر از صداهاییه که میخوام بهت بگن چی کار کنی، اما وقتی احساساتت رو مدیریت کنی تازه متوجه میشی کدوم تصمیم مال خودته و کدوم مال دیگران. و در آخر هر وقت تو این مسیر حس کردی که داری کم میاری، به یاد کسایی بیفت که با شکست خوردنت ناامید یا خوشحالشون بودی. Shout out my bros, this right here deserves a toast, yeah. A lot of people back home on my back and